السلام علیکم بچه ها، بینندگان عزیز. باز از فن فیزیکی صنف 10 یک مسئله خیلی عجیب رو در موضوع معادله حالت گازهای خیالی دیده می‌بریم. شرط مسئله میخوانم، با دقت اهمیت دید. از کتاب انگلیسی فیزیکس کالج بروکلین کالج نیویورک. کتابی خیلی خوب. مسئله شرطش چنین است: اگر دویو از 10,1212 گرم یک گازی یک جنسه، خب در حرارت 0 گرادوس سلسیوس و در فشاری تحت فشاری 810.6 کیلو پاسکال حجمی 149 لیتر را اشغال کند، شما یابید که این گاز کدام گاز است. خب بیتون اول می نویسیم آنچه که به ما داده شده است. خب به ما داده شده است بچه ها ماسه گاز داده شده است. چی؟ ماسه گاز چند بود؟ دویو از 10,1212 گرم. بیتون دارم همین کیلوگرم میگردونیم. برای کیلوگرم گردوندن ما 1 کیلوگرم ما 1000 گرم کو 1 گرم ما 1 ضربی در درجهش مینوس 3 کیلوگرم میشه. همینا قش میکنیم پیشش بر دویو 12 ضربی در درجهش مینوس 3 کیلوگرم انا. خب انا کو و حرارتش 0 گرادوس سلسیوس، یعنی که ت برابری 0 گرادوس سلسیوس. اما ما در این حالت ها حرارت مطلق را استفاده می بردیم، یعنی که گرادوس سلسیوس در چی بگرداندن ما در کار کلوین بگردانیم. ت برابری، خب فرمولش ت جمع 273 درست است، برابری 0 جمع 273 کلوین. و فشاری ما چند بود؟ 810.6 کیلو پاسکال. 810.6 کیلو پاسکال. کیلو پاسکال هم استفادهش دکار می؟ نه، ما چکار کردیم دکار؟ پاسکال بگردانده موندن ما دکار. 810.6 ضربی در درجه 3 پاسکال. خب بگذار هم تو است. شما یابید که اگر همین حجمی چند قدر را اشغال کند، 149 لیتر را 1 لیتر ما چند متر کوبی؟ 10 درجهش مینوس 3 متر کوبی. پس 149 لیتر ما 149 ضربی در درجهش مینوس 3 متر کوبی. انا بچه ها، انا کو شما یابید که این گاز کدام است. برای آنکه این گاز کدام گاز بودنش یافتن، ما باید چی را یابیم؟ ماسه مولکولیری ام همین گاز را یابیم. فهمیدید؟ بچه ها برای حل کردن این مسئله کار و فکری بسیار کردن لازم نبود. فقط چی کردن در کار؟ فرمولای معادله حالت گازهای خیالی یا معادله کلپیرون مندلیف را استفاده بردن در کار بود و خلاص. بیت همجای استفاده می‌بریم. حل ما می‌دونیم که حل معادله حالت گازهای خیالی P ضربی V برابری M تقسیمی MER ماسه مولکولیری ضربی R ضربی چیزه T. درست است؟ که در اینجا R ما دائمی اونیورسالی گازی به چند برابر بود؟ 8.31. درست است؟ خب این است معادله حالت گازهای خیالی. معادله حالت گازهای خیالی به ما چی را میفهمونند؟ معادله حالت گازهای خیالی به ما میفهموند که گازها عموما از 3 فاکتور وابسته هستند: فشار، حجم و چیزه حرارت. درست است؟ فشار، حجم و حرارت. اینک ما از اینجا ماسه مولکولیری رو میابیم. ماسه مولکولیری برابر میشود با M ضربی R ضربی T تقسیم چی؟ P ضربی V. همیشه جاش رو آورو میگذاریم. M ما چند بود؟ 12 ضربی در درجهش مینوس 3 ضربی 8.31 ضربی T ما 273 کلوین. همه این تقسیمی فشار 810.6 ضربی در درجهش 3. خب انا کو حجم 149 ضربی در درجهش 149 ضربی در درجهش مینوس 3 برابری
خب برابری انا اکنون حساب میکنیم. کالکولاتور لازم میشود اما کالکولاتور که اگر حساب کرده برایم همه همین رو حساب کرده برایم اگر ما میبینیم که این 399 ضربی 10 درجهش مینوس 3 به برابر میشده است. همین برابری 399 ضربی 10 درجهش چند؟ مینوس 3. واحدی مسی مولکولی چیزی بود؟ کیلوگرم مول به برابر. لیکن ما اینو گرم مول بگرداندن مورد کار. پس چه میکنیم؟ ضربی 10 درجهش 3 میکنیم. ضربی 10 درجهش 3 کنیم اگر میشود 399 گرم مول. انا اکنون در جدول سیستم دوره مندلیو رو میگیریم و گازی رو میابیم که ماسه مولکولیش 399 4 باشد. اگر بریم اگر در سیستم دوره مندلیو این گاز کدام گاز است؟ گلی. پس گازی داده شده کدام گاز بوده است؟ جواب گازی داده شده گازی گلی بوده است. فهمون بچه‌ها؟ مثلا به شما معقول شد؟ اگر معقول شده باشد لایک موندن، کامنت نوشتن و آبونه شدن رو فراموش نکنید. خیر تا درس‌های دیگر.